بینندگان عزیز، ما امروز از کدو یک نمود رگالی تیار میکنیم. ما سراول کدو رو جوشاندیم. خیلی که میبینید کدو رو جوشاندم، لط زدم، آب شیر کدو، نه شکر همراه کردم. با 2 تخم را میکنم، سمیتانا، маргарин, сливочное масло, разрыхлитель и ванилин. ما ванилин رو با разрыхлитель با آرد همراه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کدو رو با شکر لب میزنیم. خیلی که میبینید کدو رو من لب زده بودم، آب شده است. باز خطی شکر خیلی لب زدم. تخم ها رو اراره میکنیم. کم ترک آب لب میزنیم. ما سمیتان رو همراه میکنیم. خیلی که میبینید سمیتان خیلی گرم نکشیدم. چینی 1 پیاله آوری لب میزنیم. باز مسکه رو همراه میکنیم. نیکی مسکه و چی خانه باشد کمتر ملایم تر باشد که در روده با آب شود. آب او نشد هیچ گپ نی، خمیر کردن در آب میشود. ما آرد رو همراه میکنیم. разрыхлитель همراه ванилин در آرد خشک کردگی. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز، ما خمیر کرده شدیم. این تیار خمیر میمونیم که ایستد. تمام. بینندگان عزیز، خمیر ما تیار شد. ما زوالا میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما زوالا زده میمونیم. زوالارها رو گرده کرده میمونیم. همین طور. زوالارها رو شکانه میمونیم و زمین پشانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طرز میبریم میبریم ماره یکش میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. با همین طرز میپیچونیم. خب اوکاد میپیچونیم. بینندگان عزیز، رگالیک‌های ما تیار شدن. از بس که خانه ما در ساخرین پودره را نمیخورن، من نمیچوشمشون. ساخرین پودره گرم است.